در ادامه پست قبل میخوام یک سری مثال‌هایی براتون بزنم از شرایط و موقعیت‌هایی که در واقع داره اتصال برقرار میکنه بین تروماهای کودکی شما و شرایط کنونی. تروماهای کودکی ممکنه که اتفاقات خیلی شدید و بزرگی نباشن، بلکه یک سری زخم‌ها و آسیب‌های کوچیک و تکرار شونده‌ای باشن که به مرور زمان حساسیت شما رو زیاد میکنه، به مرور زمان آسیب‌ها و زخم‌هایی رو برای شما به ارمغان آورده. به طور مثال والدینی که مدام فرزند رو سرزنش میکنن، تحقیر میکنن، مقایسه میکنن با بقیه بچه‌ها، باعث میشن که اون فرد وقتی که بزرگ شد نسبت به هر گونه انتقادی واکنش‌های شدیدی داشته باشه. یا به طور مثال والدینی که احساس دوست داشتنی بودن و خواستنی بودن رو به اون فرزند ندادن. این فرزند وقتی که بزرگ میشه تو موقعیت هایی که قرار میگیره مدام میخواد تایید و توجه دیگران رو جلب بکنه و اگر که یک مقداری احساس طرد شدگی بکنه ممکنه که کل اون رابطه رو بذاره کنار. یا والدینی که خشونت کلامی دارن فرد رو حساس میکنن نسبت به موقعیت هایی که تحت خشونت قرار میگیرن و اون فرد ممکنه که نتونه خشم خودش رو کنترل بکنه و مدام واکنش های بیش از حد داشته باشه. یا والدینی که خودشون کنترل هیجانی خوبی ندارن نمیتونن الگوی خوبی هم برای تنظیم هیجان فرزندشون باشن و به مرور زمان اون فرزند توی موقعیت های مختلف دچار اضطراب شدید میشه و نمیتونه اضطراب خودش رو کنترل بکنه. اینها همه چند نمونه از تروماهای دوران کودکی هستند که میتونن زخم‌هایی رو روی روان ما ایجاد بکنن تا رفتار ما رو در بزرگسالی تحت شعاع قرار بده. من قراره توی 5 پست به این موضوع بپردازم، پس اگر این موضوع برات جالبه حتما با پیج همراه شو.